من گفتن که زمین اتوا شده، من حالی رازگی ندادم، ولی اینا خودسرانه نمیدونم به فرمان کی باشه زمین من اینا زیر کم از قطعی زیر کردن، حقوقی من پایمال کردن. افضلماه خوجایی و رهبر خوجگی دهقانی کامران در ناحیه یوان یک سال باز برای برقراری حقوق خود تلاش میکند، ولی به نتیجه نرسیده است. دو قرار رئیسی ناحیه در حدود یک زمین باعث این ماجرا شده است. سال 2014 افضلماه خوجایی و حدود 5 گکتر زمین های آبی جماعت چارگل ناحیه یوان را که چند سال باز در آن کش میکرد همچون خوجگی دهقانی حجت کرده است. حکومت ناحیه یوان و همه اداره های مسئول حجت های ضروری را برای استفاده یک عمره میراثی به این خانم دهقان دادند. 2 سال دیگر در این زمین ها با فرزندانش مهنت کرده زندگی خود را پیش می بردند، ولی امسال حکومت ناحیه از حساب زمین های خوجگی دهقانی کامران برای ساکنان قطعه های نزد حولگی جدا کرده است. الکی آنهایی که از این خوجگی صاحب زمین شدهاند سنگ و شغل آورده در میان زراعت های خوجایی و به ساختمان خانه شروع کردند. با گفته خوجایی و از حساب این زمین زندگی خود و خانواده 2 فرزندش میچرخد. این دهقانزن میگوید هر سال در این زمین پالیزی و سبزوات هم کشت میکرد. امسال با سبب سرسانی و مشکلی که با مقامات ناحیه داشت تنها گندم و بیده کاریده است. 1 سال شد دست انمی منصبدارو بیمارم، ایغمی همین زمین من ایقا عذاب کشیدم، ایقا مهنت کردم، فرزندام عذاب دادم. با جای دستگیری که من مادر هستم عذابای من با جای دستگیری کنن همه را زیر پا کردن. حالا که در نزد زمین من زیاده از 35 گکتر زمین فوند ذخیروی ناحیه است. هنگامی که ما در سر زمین بودیم مسئولان بخش کشاورزی ناحیه با درخواست خوجایی و به آنجا آمده زراعت های پایمال کرده ساکنان را حساب کردند. با گفته آنها گندم و یک مقدار از بیده این زن پایمال شده است، ولی این مسئولان گفتند تنها پس از حساب کتاب متخصصان ضرر رسانده ساکنان به این خوجگی را معین خواهند کرد. در حکومت ناحیه یوان با ما گفتند که در حقیقت یک قسم زمین های خوجگی دهقانی کامران را به ساکنان تقسیم کردند، ولی این از روی قرار رئیس ناحیه و حکومت کشور صورت گرفته است. زمینایی که خوجگی دهقانی من کامران تشکیل شد پیش از این من پرونده 400 گکتری برای زمین نزد حولگی پیشنهاد کرده شده بود. این خوجگی به حکومت جمهوری پیشنهاد کرده شده بود. من خوجگی دهقانی کامران بعد پیشنهاد کردن این پرونده ها تشکیل شد. از تفتیش حجت ها معلوم شد رئیس ناحیه یوان از سال 2011 برای جدا نمودن 412 گکتر زمین برای فوند منزل قرار قبول نموده است که به گفته مقامات ناحیه زمین های خوجگی دهقانی افضل و هم در حدود آن زمین ها وارد می شوند. در سال 2014 رئیس ناحیه با قرار خود از داخل فوند منزل برای خوجایی و 5 گکتر زمین برای استفاده یک عمره میراثی جدا کرده است. حتی علاوه سال 2015 باز با یک قرار دیگر رئیس ناحیه برای این خوجگی بیشتر از 1 گکتر زمین دیگر جدا کرده است. حالا مسئولان ناحیه از دیگر زمین ها 4 گکتر زمین برای خوجایی و پیشنهاد کردند، ولی وی رد کرده است. در اداره زمین ناحیه یوان به سوال آنکه چرا وقت زمین های خوجگی دهقانی کامران هنوز سال 2011 در فوند منزل وارد شده بود، باز همچون خوجگی یک عمره میراثی حجت کردند کسی پاسخ نداد. تنها در حکومت ناحیه گفتند شاید هنگام حجت گذاری به جای استفاده مهلتناک یک عمره میراثی اشتباه شده باشد، اشتباهی که سرسانی های این ساکن و هم مقامات را به میان آورده است. در چند سال اخیر بارها قرارهای رئیسان بعضی شهر و ناحیه ها برای تقسیم زمین مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. دادستان کل کشور هم در ماه فوریه همین سال گفته بود 924 قرار رئیسان شهرک و جماعت ها بیکار گردیدند. یکی از پرسر و صداترین چنین حالت ها در شهر حصار بود که قرار تقسیم زمین به بیش از 700 نفر از طرف رئیس شهر بیکار کرده شد و باعث نگرانی های ساکنان گشت. حقوقی من زیر پا کردن شونه کسی که فرمان داده کسی که کرده جواب شد.